رفتن همیشه تکی کلامشان با نرمی، با اخلاص، دعوت به اتحاد، انسجام، دینداری، قدر همدیگر دانستن، به فکر همدیگر بودن بوده. حاجیار محمد آخوند نظری دیروز در سن 97 سالگی بر اثر بیماری و کهولت سن دار فانی را ودا گفت. ویژه فعالیت‌های دینی و مذهبی هم با ارسال پیامی در گذشت حاج آخوند نظری از علمای اهل سنت استان گلستان را تسلیت گفت. حجت الاسلام یونسی در این پیام آورده است بیشک این روحانی وارسته در طول حیات پربرکت خیش منشأ خدمات ارزشمندی در تربیت طلاب و ترویج ارزش‌های اسلامی بود و عامل همدلی و همگرایی مردم با جمهوری اسلامی و تقلیب بین مذاهب و وحدت ملی بود. یونسی برای مرحوم آخوند نظری از پروردگار متعال طلب رحمت و مغفرت کرد.